چگونه نیمی از اضطراب‌های کاری رو کاهش بدیم؟ شمایی که شغل آزاد دارید یا بازرگان هستید حتما به خودتون میگید که عجب عنوان مسخره‌ای. چندین ساله که توی این کار هستم و بهتر از هر کسی راه حل مشکلات و جواب سوالا رو میدونم. اینکه کسی بخواد به من یاد بده که چطور اضطراب‌های کاریم رو به نیم کاهش بدم بی‌معنی و مضحکه. حق با شماست. خود من هم اگر تا چند سال پیش چنین چیزی رو میشنیدم دقیقاً همین حس رو داشتم. وعده‌های فراوان ولی پوشالی. بیاید رو راست باشیم. این احتمال وجود داره که من نتونم اضطراب‌های شما رو به نیم کاهش بدم. یعنی تحقیقات اخیر میگه که هیچ کس جز خود شما نمیتونه این کار رو انجام بده. پس اون چی که میتونم برای شما انجام بدم اینه که افرادی که موفق به انجامش شدن رو به شما معرفی کنم. این جمله رو شنیدید که بازرگانانی که راه غلبه بر اضطراب رو نمیدونن زود میمیرن؟ اگه میدونید که اضطراب تا چه حد جدی و خطرناکه، آیا فکر نمی کنید که بتونید به کمک من حتی 10% از اضطرابتون رو هم که کاهش بدید باز هم براتون رضایت بخشه؟ بله، عالیه. پس مدیر عاملی رو به شما معرفی خواهم کرد که نه تنها بر نیمی از اضطراباش غلبه کرد، بلکه زمانی رو هم که در جلسات و همایش‌های گوناگون برای حل مشکلاتش صرف می‌کرد به 3/4 تقلیل داد. گذشته از اون اطلاعاتی که ارائه خواهم داد در مورد یک آقای یا خانم ناشناس نخواهد بود که نتونید صحت و سقمش رو پیگیری کنید. این داستان در مورد آقای لئون شیمکین که سالها یکی از مدیران انتشارات سیمون و شوستر و مدیر فعلی شرکت پاکیت بوکس واقع در مرکز تجارتی راکفلر توی نیویورک می باشد. 15 سال تمام تقریبا نصف روزهای کاریم رو صرف برگزاری همایش و بحث در مورد مشکلات می کردم تا ببینیم این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم یا شاید اصلا کاری نکنیم. کلافه می شدیم و روی صندلی هامون به خودمون می پیچیدیم. این طرف و اون طرف می رفتیم و جر و بحث می کردیم و وقتی هم که شب می شد خسته و کوفته بودیم. فکر می کردم تمام عمرم رو به همین منوال خواهم گذارم. 15 سال این رویه رو انجام دادم و اصلا به ذهنم نرسیده بود که میتونم 3/4 وقت صرف شده در جلسات و 3/4 بار فشار عصبیم رو کم کنم. اگه هم کسی میگفت که این کار ممکنه فکر میکردم که شخصی خوشبین و الکی خوشه. با این حال برنامه‌ای پیاده کردم که این رویا رو عملی کرد. حالا 8 ساله که این برنامه رو انجام میدم و در کارایی و سلامت و خوشبختی هستم. این برنامه شبیه تردستی و شعبده بازیه و مانند اون بسیار ساده. راز کار این بود. ابتدا روال برگزاری همایشام رو متوقف کردم. روال معمول این بود که شرکان با بیان جزئیات مشکل‌ها سخن خودشون رو شروع می‌کردن و با طرح این مسئله که چه باید کرد پایان می‌دادن. دوم، قانون جدیدی وضع کردم که هر کسی میخواست مشکلی رو مطرح کنه نخست میبایست برگه‌ای رو که حاوی 4 سوال زیر بود تکمیل و ارائه کنه. اولین سوال، مشکل چیه؟ در گذشته 1 ساعت از وقت جلسات و همایشات تلف میشد بدون اینکه اصلا کسی بدونه مسئله از چه قراره. در نهایتم با کمبود وقت و عصبیت با هم بحث میکردیم بدون اینکه حتی زحمت نوشتن ریز مسائل رو به خودمون بدیم. دومین سوال، علت اون چیه؟ وقتی به گذشته کاریم نگاه میکنم از حجم ساعات تلف شده در جلسات و همایش‌ها بدون توجه کافی به علل بنیادی ایجاد کننده مشکلات به وحشت میافتم. سومین سوال، راه حل‌های ممکن و محتمل کدومن؟ قبلا در جلسات یک نفر راه حلی پیشنهاد میکرد و شخص دیگه‌ای با اون مجادله میکرد. همه کلافه میشدن و از موضوع اصلی هم دور میشدیم. دست آخرم فهرستی از راه حل‌های ارائه شده تهیه نمیشد. و اما 4مین سوال، راه حل پیشنهادی شما چیه؟ سالها پیش هیچ کس در مورد تمام راه حل‌های ممکن فکر نمیکرد
تا بخواد از بین اونا بهترین راه رو گزینش کنه. دیگه شرکای من کمتر برای بیان مشکلاتشون سراغم میان، چون میدونن برای پاسخ دادن به این 4 سال میباید تمام ادله و مدارک موجود رو جمع آوری کنن و مشکل رو مرور کنن. 3/4 موارد بعد از انجام این کار میبینن که دیگه نیازی به مشاوره با من نیست، چون پاسخ و راه حل مشکل طی این فرایند تو ذهنشون جرقه میزنه. حتی مواردی هم که نیاز به مشاوره احساس میشه، زمان جلسه به 1/3 زمان جلسات پیشین کاهش پیدا کرده. روند جلسه منظم و منطقیه و منتهی به راه حل عقلانی میشه. اکنون توی انتشارات ما وقت کمتری صرف مضطرب شدن و بحث در مورد مشکلا میشه. در عوض راهکارهای عملی بیشتری برای حل مشکلا به اجرا در میاد. دوست من فرانک بتگر مدعیه که به کمک روشی مشابه نه تنها اضطرابش رو کاهش داد، بلکه درآمدش رو هم تقریباً 2 برابر کرد. اون یکی از بیمه‌گرای مطرح امریکاست. فرانک بتگر میگه سالها پیش وقتی شروع به ارائه بیمه کردم، سرشار از عشق و اشتیاقی وصف ناپذیر نسبت به حرفم بودم. اما یه اتفاق چنان منو ناامید و روحیم رو ضعیف کرد که از شغلم متنفر شدم و تصمیم به ترکش گرفتم. شاید اگه اون روز شنبه به این فکر نمی افتادم که بشینم و نگرانی ها و اضطراب هامو ریشه‌یابی کنم، حتما شغلم رو ول کرده بودم. نخست از خودم پرسیدم واقعا مشکل چیه؟ مشکل این بود که به نسبت تماسایی که می گرفتم نتیجه مناسبی عایدم نمی شد. به نظر می رسید که خوب می تونستم مشتریامو بپزم، ولی وقتی زمان عقد قرارداد می رسید مشتری می گفت خب آقای بتگر، فکر می کنم بیشتر باید فکر کنم، لطفا دوباره با من تماس بگیرید. وقتی رو که صرف پیگیری این گونه موارد می کردم منو مضطرب و عصبی می کرد. دوم از خودم پرسیدم تمام راه حل‌های ممکن کدومن؟ البته برای پاسخ به این سوال میباید تمام اطلاعات رو بررسی میکردم. پس تمام آمار و ارقام 1 سال گذشته رو در آوردم و نشستم بخوندن. بین اون کاغذها به کشف بزرگی دست پیدا کردم. 70% از قراردادهام توی همون ملاقات اول بسته شده بود. خوب گوش کنید. 23% از اونها توی ملاقات دوم و تنها 7% از اونها توی ملاقات‌های بعدی که کفر منو در آورده بود و وقتم رو تلف میکرد بسته شده بودن. یعنی نصف روز کاریم رو صرف اموری میکردم که فقط 7% قراردادهام رو شامل میشد. سوم، راه حل چیه؟ روشن بود. تمام ملاقات‌های دوم بعد رو حذف کردم و وقتم رو صرف جذب مشتری جدید کردم. نتیجه باور نکردنی بود. توی مدت کوتاهی ارزش نقدی هر ملاقاتم تقریباً 2 برابر شد. همونطور که گفتم فرانک بتگر یکی از مشهورترین ارائه کننده های بیمه عمر در کشوره و سالانه قراردادهای به ارزش کلی میلیون‌ها دلار عقد میکنه. تجزیه و تحلیل مشکل اون رو توی مسیر پیشرفت به سمت جلو راند. آیا شما هم میتونید این سوالها رو در مورد مشکلاتتون مطرح کنید؟ دوباره تکرار میکنم، این کار میتونه 50% از نگرانی‌های شما رو نابود کنه. 1. مشکل چیست؟ 2. علت به وجود آورنده اون چیست؟ 3. تمام راه حل‌های ممکن کدومن؟ و 4. شما چه راه حلی رو پیشنهاد میکنید؟ در پایان این بخش میخوام چند پیشنهاد که برای استفاده هرچه بیشتر از این کتاب توسط خود دیل کارنگی مطرح شده رو براتون بازگو کنم. اگه میخواید بیشترین بهره رو از این کتاب ببرید، مطلبی ضروری و بسیار مهم رو باید در نظر داشته باشی که از هر فن و روشی با اهمیت تره. این لازمه سحرآمیز چیه؟ میلی سیری ناپذیر برای آموختن، عزمی راسخ برای غلبه بر نگرانی و آغاز سرزندگی و شادابی.
چگونه میتونید چنین انگیزه‌ای رو توی خودتون ایجاد کنید؟ با تلقین و تکرار اهمیت این اصول برای خودتون تجسم کنید که با تسلط بر این اصول چجوری زندگیتون شادمانه‌تر میشه. پیوسته به خودتون بگید آرامش، خوشبختی، سلامت و حتی شاید درآمدم توی طولانی مدت در گروی عمل به حقایق جاودانی و شفاف این کتابه. سرعت فراموش کردن مطالب بسیار زیاده. پس باید بدونید که یک بار سرسری گوش دادن به اون کفایت نخواهد کرد. بعد از اتمامش هر ماه باید اون رو برای چند ساعت مرور کنید. برنارد شاو میگه اگه هر چیزی رو به کسی یاد بدی هیچ چیزی یاد نمیگیره و حقم داره، چون آموزش یک فرآیند عملی و ما با انجام دادن فرا میگیریم. پس اگه میخواید بر اصول این کتاب مسلط بشید بهتره در هر فرصتی ازش استفاده کنید. تمام فنون و روشی رو که شنیدید و توی ذهنتون دارید باید به اجرا در بیارید و توی چالش ها و مشکلات مختلف اونها رو برای خودتون عملی کنید. اونجوریه که همیشه به اخلاق و رفتار شما تبدیل میشه. پیروز و سربلند باشید.